دوستان یه زمانی میگفتن آقا افغانی‌ها از کشور خارج بشن. چرا؟ چون مفکاری میکنن، کارو اشغال کردن، بردگی میکنن، درسته؟ و این باعث اختلاف طبقاتی میشه، بردگی سرمایه‌دار. دوستان منم میدونم اینجوری فکر میکردم، ولی امروز دیگه این باور ندارم. ما جای دیگه بگاه رفتیم. دوستان زنها دارن مفکاری میکنن. من اصلا نمیدونستم، این که 2 سال اینو فهمیدم. اینا که تو بوتیک ها، تو این سوپرمارکت ها و این ور کار میکنن، دوستان چقدر حقوق میگیرن؟ اینا فقط دارن مفکاری میکنن. چرا؟ تو طبق اون باور عنی و ضد انسانی که میگه زن مسئول هیچ نیازی نیست تو خانواده، اونا میگن خوبه دیگه، پول یه رژ لب در میاد. خب دیوانه، تو داری کارا رو اشغال میکنی. تو داری فقط کارا اشغال میکنی و به سرمایه دار باج میدی.